اما مسئله سوم ما یکره امامته، کی امامتی شدنش مکروه است. پس امامتی کردن برای شخصان زیرین مکروه، یعنی ناخوش و ناخوشایند است یا ناخوش شمرده می شود. یکم لحن، هو کثیر لحن فرماید، کسی که بسیار اشتباه و خطا در قرائت میکند. کسی که بسیار اشتباه و خطا در قرائت میکند، پس این مکروهیت در غیر سوره فاتحه است. اما اگر لحنی وی خطاگی وی اشتباهی وی دیگر در سوره فاتحه باشد و که معنا را تغییر بدهد، گفتیم اصلا در بالا که امام شدن وی جایز نیست، باطل میکنه نماز را، چون که گذشت. و مکروه بودن وی با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که یا ام القوم اقرأهم، گفتن قوم را کسی امامتی نماید که تلاوت را خوب کرده میتواند. دوم از مکروهات بر امام شدن، کسی قوم را امامتی نماید که مردم او را دوست نمیدارند یا بیشتر مردم از او خوشش نمی آید، نمیخواهند که امام آنها شود. برای این مکروه است که به مردم امامتی نماید. با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم ثلاث لا ترتفع صلاه فوق رؤوسهم شبرا، پیامبر گفتند که 3 نفر هستند که نمازشان از سرشان بلند نمی شود، بالا نمی رود. یکی از آنها رجل اما قوما و هم له کرهون، مرد که قوم را امامتی میکند در حالی که از او بدشان میآید، نمیخواهند او را که امام شود. این حدیث ابن ماجه تحت رقم 971 روایت کردگی هستند. همچنین نووی در مجموع و ابن ماجه تحت رقم 790 حدیث را خوب گفتند. و سوم از مکروهات، کسی که برای آنها مکروه است امام شوند، کسی که بعضی از حرفهای قرآن را، آیه های قرآن که بعضی از حرفها را پنهان میکند و روشن نمیخواند، یا که تکرار میکند حرفها را، به مثل که بعضی از حرفها را تکرار میکند در قرائت، یا اینکه بعضی از آیه های قرآنی را، بعضی از حرف ها را میخورد، یعنی که بعضی از حرف ها را تلفظ نمیکند، برای وی مکروه است که چیز پیش بدرآید. یا کسی که حرف زیادی در قرآن اضافه میکند. بارک الله فیکم.